استاد ما همه شهر غریبی دهیم به قدنای کار میکنیم. مثال میایم ای کار تا افطار تیار میکنیم، افطار میکنیم. همه نماز تراویح 8 رکعت میخونیم. خودم تنهایم در شهر. تراویح 8 رکعت میخونم. سحر میخیزم وقتی که روزه میگیرم سحر، مثال تا ساعتای تا نماز بامداد در بیکار مثلا افیر تماشا میکنم. من مثال اوج خفتن خطی تراویح خطی ویتر خواندگی هم. من مثال میتونم که این حاضر مثال تهجد خونم. من ویتر خواندگی هم که اگر تهجد خواندنی باشد، مثلا بسیار هوسی تهجد خواندنتون آمده باشد، میتونید خوانید، من نیست. لیکن اگر در مسجد همراهی امام ویتر تراویح خوانده آمده باشید، میتونید این باقی مانده وقت به دیگر عبادت ها مشغول شید. مثلا با قرائت قرآن، خودش 2 ساعت درس میگیرید، یعنی علم گوش کنید، این عبادت است. 2 ساعت دیگه قرآن خوانید یا 1 ساعت قرآن. الکی 3 ساعتی وقتتون به عبادت بودش، خاصتا شما کار میکنید. اینچنین صلوات، ذکر، دعا در آخری شب، یعنی پیش از سحری، همین وقتایی که سحری میکنید عینی وقت قبول دعا هست. نماز وقت تاجیکستان 3:1 آخر است، وقت قبول دعا هست. دعا کنید یعنی که فقط به نماز پر را به نماز هم گذراندن شرط نیست. اگر کسی که همراهی امام نماز پر را خواند و همراهی امام از مسجد برگردد، کتب له قیام اللیل، پیامبر صلی الله علیه و آله نماز شبی پر نوشته میشه. یعنی گویا که شما پر شب تا سحر نماز خواندید. خب نماز که خواندید، باقی ماندهش به دیگر کارهای کنید. لیکن اگر بسیار خواهشی نماز خواندن داشته باشد، خواندن گرید، اینم اجازه است. یعنی عبادت ها را برادران و خواهران عزیز گوناگون کنید تا اینکه در یک عبادت ملال نشود. مثلا 10 رکعت نماز خواندید، خسته شدید، گذارید به دیگر عبادت. الله تعالی میگه فاذا فرغت فانصب، از یک عبادت که خالی شدی به دیگر عبادت شروع کن. ما مثال می آوردیم که عبدالله ابن عباس اگر قرآن خوانه، حدیث خوانه و خسته شدن، شعر میخوانده. اون شعر هم به تفسیر قرآن و به شرح حدیث در کار میشد. خواه شعرهای زمان جاهلیت باشد، همچون استدلال به لغت عربی. مثلا شعرهای زمان جاهلیت برای چه علما میخوانند؟ و شعر مضمونش مضمونی نمیشدگی مضمون است، لیکن اونجا کلامی فصیح عربی را تعلیم میگیرند. یک بعد همین لغت در زبان عربی تازه به کدام معنا استفاده میشد همین میخوان. و الا مضمون اون شعرها درباره بت و درباره عرق و درباره زن و شعرهای بی معنی هست مثال. لیکن مقصود خواندن چی است؟ شاهد همین لغت. مثلا اختلاف علما هست، نماز شام کی غایب میشد؟ جمهور علما میگن که وقتی که شفق غایب شود. خب همین شفق چیست؟ گفتگینده مذهب حنفی سفیدی میگوید، دیگر مذهب سرخی میگوید. شفق غایب شود نماز شام قضا میشه. شفق چیست گوییم؟ شفق سفیدی در مغرب میگوید، بعضی ها میگوید که شفق سرخی. لیکن وقتی که کلامی عرب های زمان جاهلیت خوانیم، میگوید که من در بالای بوریا خواب کردم. بوریا رو میدانیدم، یعنی قالین های عبارت از قمیچ، پیشمین که میشتن مردم. من در بالای بوریا خواب کردم، وقتی که خستم در رویم همون آثار بوریا گذشته است و رویم مانند شفق سرخ شده است. یعنی شفق سرخ ترجمه کرد. بعد ما میبینیم به حدیث، به مسائل فقهی برمیگردیم که کلمه شفق چی بوده است. و این چونین الله تعالی فاطر السماوات والارض، الله تعالی فاطر آسمان ها و زمین ها گفت. فاطری از سوره فاطر از پیش از سوره یاسین. عبدالله ابن عباس کلمه فاطر نمیدانستیم. بعد وقتی که قاضی بودند و 2 اعرابی، 2 بادیه نشین
یک مسئله که تی میبیاد دو کس در یک مسئله جنگ و جدال داشتن در مسئله یک چاه. یک اعرابی بادی نشین میگوید که انا فطرته، یکی دیگهش میگوید که انا فطرته، یعنی این چاه من کافتم میگوید، یعنی مقصد پیدا کردم. کافته چاه نبود در همینجا، من چاه کافتم یعنی پیدا کردم ساختم. اینش میگوید که نه این چاه من کافتم. اینا مسئله تقریبا که تی آمدن قاضیگی که تی آمدن که عبدالله ابن عباس برای اینا قاضیگی کنه، که عبدالله ابن عباس از اینها کلمه فاطر معناش فهمیدن. انا فطرته میگوید. بعد معنی فاطر السماوات والارض، سازنده آسمان ها و زمین ها، پیدا کننده آسمان ها و زمین ها. معنای آیت فهمیدن از سخن دو بادیه نشین. و خودی پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی تولد شدند و کمک یعنی در آغوش مادر ایستادن، بعد به حلیمه سعدیه دادن. برای چی به حلیمه سعدیه دادن؟ و پیامبر صلی الله علیه و سلم از مکه به بادیه فرستادن. بادیه یعنی صحراها، اونجاها غالبا از آدمهای مهاجر، از آدمهای مسافر تازه بود. مثلا مسافرای هم بیاد همین پایتخت می بیاد، مثلا از همه جایی که سیر مسافر است، سیر مهاجر است، پایتخت کشور. لیکن دیهاهای دوردست که اونجاها نمیرد، زبانی اهل دیه تازه میماند. از زبان عربی هم گیرید، مثلا کلامای انگلیسی آمیخته شدگی هست، یا زبان تاجیکی ما گیرید به روسی آمیخته است، تا کلمه روسی نگوییم نمیفهمند. مثلا یا ازبکای تاجیکستان و ازبکای ازبکستان، زبان ازبکیشان آمیخته به زبان روسی هست. ازبکای افغانستان آمیخته به زبان فارسی هست. در بین سخنهای ازبکی زبان فارسی استفاده میبرند. ازبکای آسیای میانه چی؟ اینا روسی استفاده میبرند. از همینجا فهمیده میشد که این ازبکی کجا. بنابراین زبانها در شهرها آمیخته میشد. زبانی تازه کم بود، بنابراین کودکا را به بادیه ها میفرستادن که زبانی تازه که دی سلامت، یعنی زبانش سلامت شد. خاصتا عرب ها که به زبان و سخندانی و سخنوری بسیار ماهر بودن. حالی پیامبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر نبوده، در بازار عکاظ، یا بازاری بود بین مکه و طائف، اونجا بازار شیرگویی میشد. از دور و نزدیک عرب های هر تمامی گوشه کنار آمده شعر میگفتند و از شعرش دیگرها تنقید میکرد. وقتی که حسان ابن ثابت 18 ساله بود، دو بیت شعر گفت، یک کمپیر خسته از شعر شاعر یا اینکه عکسش، یعنی در یک بیتش 18 خطاگی مییابد. بله، یک شاعر میگفت که ما لنا جفناتون، ما دیک های داریم، اون دیک ها، در آن دیک ها همیشه طعام می جوشد، دیک ها ما سفید است، ما دیک های سفید داریم. یعنی با این گپ خودش کرمی قبیلش تعریف دارد. یعنی قبیله ما دیگ های دارد، دیگ های سفید، در آن دیگ ها همیشه طعام جوشیده می استد. مراد یعنی سخاوتی قبیله را تعریف کرده است که 24 ساعت دیگ جوشته می استد. همین که راه گذشت یا مهمان آمد، در حال طعام گرمه می کشم. بعد این شاعر میخزد میگوید که آخر تو باید لنا جفناتون نمیگفتی، لنا جفانون میگفتی. یعنی جمعی تکثیری دیگ، یعنی این جمعی قلیل میگن، جمعی کم، 3-4 دانه دیگه در نظر داشته میشه به این کلمه. اما اگر این کلمه گویا اگر دیگ های صدها دیگ های در بر میگیرد، این یک. دویمش دیگی سفید گفتی. تو اگر دیگت تعریف کردی باید دیگ سیاه گویی، چون که دیگ اگر در آتش بسیار استاد سیاه میشه. دیگی که در وی بسیار طعام پخته شده است باید سیاه شود. دیگ سفید اون هیچی نپخته است. خلاصه یا شمشیراشون تعریف میکرد که شمشیرای ما از نوگش خون میچکید. آدم میچکید نمیگود
خون فواره میزند میگفته کلمه های اصلاح میکردن. خلاصه بازار شعرگویی بود و در شعر بسیار اونا عرب ها اصلا الله تعالی به هر یک منطقه‌ای که پیغمبر میفرستاند به کسب آنها و تخصص آنها مناسب پیغمبر میفرستاند. مثلا حضرت موسی به یک مردم پیغمبر شدن که اونا در سحر پیش رفته بودن. الله تعالی به حضرت موسی هم معجزه داد که سحرگرا را عاجز کرد. وقتی که فرعون 70,000 سحرگر جمع کرد، ببینید از یک 70,000 سحرگر جمع کردن هم آسان نه. 70,000 سحرگر جمع کرد به مقابل یک موسی علیه السلام. حضرت موسی القوا ما انتم، پرتایتان اون چیزی که شما میخواهید پرتایید. بعد اونا 70,000 ریسمانچه پرتافتن. ریسمانه اما ریسمان ها مانند مار شده به حضرت موسی هجوم کرد که الله تعالی که القی عصاک فاذا ثعبان مبین، عصا تا پرتا گفت. عصایی که در دست دارم به زمین پرتا، ناگهان ماری کلان شد یا اژدها شد و تمام مارهای فرو برد. که همش فرو برد که تمام سحرگرها سجده کردند. قالوا آمنا برب العالمین رب موسی و هارون. گفتن که الله ما به پروردگار تمام عالمیان سجده کردیم، ایمان آوردیم به پروردگار موسی و هارون. یعنی موسی که هارون به سوی همون الله میخواندن، مردم دعوت میکردن، ما به همون اله ایمان آوردیم. فرعون اینو از تمام شهر و ناحیه ها جمع کردگی بود و به اینا وعده داد که اگر شما غلبه برویتان هم متون غلبه کنیتان هم متون، یعنی ساحرانی درگاه میشیدان، درگاهی پاشاه زندگی میکنیتان 70,000 کس و همش یک بار اقلا 1000 تاش یا 35,000 تاش نه 70,000 همش یک باره ایمان آورد. 70,000 سحرگر همش به آتش پرتافت. اگر گفت از ایمانتون نگردیتون به اله موسی، من شما به آتش میپرتم. یگان که اینا از ایمانش نگشت، همش یعنی در همین سخنش باقی ماند که ما به الله ایمان آوردیم، گفته همش کشته شد. حضرت عیسی به یک قوم پیغمبر شدن که اونو در علم طب پیش رفته بودن. اونو 1 سال 2 سال 10 سال دوا میکردن تا اینکه کسلی پیسه دوا کنن یا کال مو برارن یا کور نابینای چشمش کشاد کنن، بینا کنن. حضرت عیسی آمدن این دستش گفته هم تو میمالیدن آدمی نابینا بینا میشد، کال میمالیدن مو برآمد، آدمی پوستش ویران میمالیدن پوستش صحت میشد. یعنی اونو در مقابل این معجزه ها همین خیلی عاجز و ناتوان میموندن. معجزه عاجز و ناتوان کننده خودی معنای معجزه برای پیغمبر الله تعالی میده، برای که یا آدم عادی هم اومده پیغمبری دعوا کرده میگیرد این خیلی باشد او باید معجزه نشان دهد. و معجزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیار بود، از جمله قرآن بود که همین قرآن قرائت کنن خودش عربا که سخندان و سخنور بودن و از سخن و خطاگی بسیار می یک جمله یا یک بیت 18-20 خطاگی میافتن. بسیار سخن بازاری سخنگویی میشد. ببینید در کجا این خیر بازار عکاظ حاضر هم هست در بین مکه و طائف، یعنی بازار شعرگویی میشد. ما در همین ساحه پیشرفته بود. وقتی که پیغمبری که خوانده نمیتواند نوشته نمیتواند از بیگانه ها نه، یک آدم از بیگانه از دیگر کشور آمده به مکه من پیغمبر گفتگیش نه، همین مکگی خداشان، همین آدمی که در بین مردم زندگی میکرد 40 سال همه میشناختن،
آمدو پیغمبر من هستم، من الله پیغمبر فرستانه گفتم. آدمی که یگان مراتب دروغ نگفته است، عرق ننوشیده است، مال کسی را نخورده است، کسی را با زبانش یا با دستش آزار نداده است. خود اهل مکه محمد الامین گفته لقب داده بودند. تمام اهل مکه دوست می داشتند. وقتی که 35 ساله شدند کعبه را، حالی پیغمبر نبودند، عرب ها کعبه یک بار ویران کرده از نو ساختند. مقصد فرسوده شده بود عمارتش، خودی کعبه را ویران کرده از نو ساختند. بعد در همون 35 سالگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. اگر بیندان حتیم هست کو یک تا جای کعبه دیوالش پره نیست، تا همین جاهای آدم دیوال است، باقی موندهش گشاده است. اصلا کعبه کمتر درازک است، 4 بودچگی حاضره مانند حاضره نیست. بینید کمتر حتیم دارد، یعنی دیوال کرده ماندگی و بالاش گشاده است. مردم گاه از یک دو طرفش در دارد، در آمده اونجا در داخل کعبه نماز میخوانند، لیکن گشاده است اونجا. اونجا کعبه بود اصلش. لیکن این عرب ها اگرچه مشرک و بت پرست بودن، گفتن که یک شرط، کعبه رو از نو میسازیم به پول حلال. قبیله ها تقسیم کردن، پول حلال نرسید، بنابراین اونقدر جاش گشادگی ماند. و الا در زمان حضرت ابراهیم خیلی نبود، کعبه دراستر بود، اینا پول حلال نیافتن، همین قدرش ساختن. بعد مسئله حجر الاسود آمد. حجر الاسود همون سنگ سیاهی که اصلا سفید بود و از جنت آورده، جبریل آورده به ابراهیم و اسماعیل علیه السلام بود. اینا به یک برج کعبه در نزدیکی دری کعبه ماندگی هستند. از آدم‌ها سلامت میکند، بوسه میکند، دستاش میمالد، بسم الله اکبر میگه، این همون سنگ است. همین سنگ به اختلاف کردن کی سنگ میماند. هر کس میخواست که وای ماند، فضیلت بود. بعد گفتن که هر کی بحث و مناظره کردن کی میماند کی نمیماند. بعد گفتن که بیاید اینجا میسیم کی یکم شده همینجا وارد شود، همون میماند، همون حکم میکند، همون چی که گفت گپی همون. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در آمده اومدن، همه از خرسندی داد زد، گفت که سزاوارترین آدم محمد الامین اومد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که یک چیه بیارتون، یک متای بیارتون. یک متای آوردن، سنگ حجر الاسود گرفته ماندن. گفتن که 4 رئیس قبیله از 4 طرفش بردارد. 4 رئیس قبیله ها از 4 طرفش برداشت، یعنی گویا که تمام قبیله ها حجر الاسود برداشتن. گفتن بردارید بیارید به نزدیک کعبه. وقتی که آوردن خودشون گرفتن و به جاش ماندن. یعنی که مردم دوست می داشت، مردم می شناخت، مردم با پررگی پیامبر صلی الله علیه و سلم رو می شناخت. وقتی که دعوای پیغمبری کردن، آدمی که نوشته نمی توانست، خوانده نمی توانست، یک سخنهای را گفت که همه در حیرت ماندن. بنابراین یک یهودی چوپان بود است، وقتی که یک گرگ هجوم میکند به گوسفندانش، گرگ زده از دهان گرگ گوسفندش نجات میدهد. با یک گوییم عصای غوث گرگ زده از دهان گرگ گوسفندش نجات میدهد. بعد گرگ میگوید که روزی که این گوسفندها به پاسبان میماند، اون روز که گوسفند را از دهان من نجات میدهد، یهودی حیران میشد. میگوید که آهی گرگ به زبان آدمی گپ میزند. گفته وقتی که حیران شود، میگوید که از اینم چیزی عجایب ترت برای تو گویم، از اینم چیزی عجایب تو این تعجب نکن. بعد گفت که چیه از این عجایبش؟ گفت که مکه فرا، این در کوهسارا گوسفند میچرونه، و مکه فرا محمد خبری آسمان و زمین و خبری این دنیای و آخرت و مردم گفته ایستاده است. بعد فرامده پیامبر صلی الله علیه و سلم گوش کرد. وقتی که عرب ها که در سخن پیش رفته بودند و سخنور بودند، با برابری شنیدن یک آیت یا 2 آیت الکی به قلبشان اولین مرحله های ایمان می درآمد. بنابراین مطعم ابن عدی
عدی بن حاتم عالم وقتی که میگوید که وقتی که شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و آله در نماز شام سوره طور میخونده ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. همین آیت وقتی که شنیدم قریب که قلبم پرواز کند میگه، قلب به حرکت در آمد میگه قریب پرواز کند و همین آیت سبب شد که من اسلام قبول کردم. معناش این است که ام خلقوا من غیر شیء، الله تعالی میگه که آیا آدم ها از هیچ چیز پیدا شدند؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، از هیچ چی پیدا نمیشن. یکم سوال، آیا مردم از هیچ چی پیدا شدند؟ الله تعالی میگه ام هم الخالقون، یا که آنها خودشان را خودشان آفریدند، خودشان خالق هستند، هیچ چیز خودش نمی آفرد. ام خلق السماوات والارض، یا اینکه آسمان های زمین ها را هم همین آدم ها آفریدند. بل لا یوقنون، بلکه اینا یعنی فهم ندارند، عقل ندارند. یعنی هم مراتب اگر فهم داشته باشند و فکر کنند که همین آدمیزاد را کی در همین صورت زیبا آفرید و این اگر سیستم بدن آدم را آدم آموخته برایت من طبیبا میدانند، به بزرگی سازنده این مخلوق در حیرت میمانید. این ناخن بینید برای چی در اینجا آفریده است، این انگشتا برای چی 5 دانه برای چی قطع میشن، همه اعضاها. آدم یک مانند عصا آفرد چون میکردید، نه سجده کرده میتونستید نه رکوع. این اعضاهایی که ختم میشد، دندان بینید، میجی بینید، قاش بینید، چشم بینید، گوش بینید، موی بینید. الله تعالی چگونه آفرید؟ بنابراین الله تعالی ما را هم توصیه کرده گفت که و فی انفسکم افلا تبصرون، یا مراتب برای خودتون نظر نمی کنید؟ الله تعالی شما رو چه خیلی به خودتون اگر نظر کنید بزرگی الله تعالی را میبینید، سازنده این انسان این مخلوق را میبینید. الله تعالی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان را در بهترین صورت آفریدیم. بنابراین وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن قرائت میکردن، بعضی شاعرها هم شعرگویی بس کرد، اگرچه اسلام قبول نکرد لیکن شعرگویی بس کرد. گفت که این شعر ما در مقابل این چیزی که محمد به آن آمده است دیگه بی معنی و بی مزه شد، آبروی خودمون اینا ریزانیم و بهترش شعرگویی بس کنیم. گفته بس کردن، بعضیش بس نکرد، بعضیش هم بس کرد هم اسلام قبول کرد.